تا به حال مثلا در زندگی من در این سال یک تغییراتی مثلا جدی یا تغییرات کلی مثلا حالا به نظر نرسیده است، هرچند که بعضی نقشه و نیت ها مثلا در نیمه راه هستند، در حال عملی شوی هستند. فکر میکنم که در آینده شاید که چون مقصد ها است، چون هدف ها الکی گذاشته شده هستند، شاید که در آینده مثلا عملی شوند. سال جوانان و جوانان خیلی توعد سال جوانان با یک طایفه جوانان بسیار چیز یکی متاسفانه با یک طایفه دیگر هیچ چیز نداره. پیشروی در این سال جوانان برای من شخصا من سال خوب بود. یعنی در این سال ما توانستیم که در تمام مرکزهای زبان آموزی که به طور رایگان یعنی دسترس شده بود ما توانستیم که به اون کورس ها رفته خوب تحصیل کنیم. در زندگی من پیشروی، کامیابی ها و کاری نو شد. برای سال جوانان امسال بابرار شد، برای همه جوانان به فکرم موفقیت آورد، هم در تحصیل، هم در کار، هم در فعالیت زندگی. شخصا برای من خیلی سال خوب است 2017. دیگر به مشکلات جوانان کمتر توجه کرده می شود. مثلا جوانان به افراطگرایی و به دیگر کارهای ناسالم دست میزنند. به فکرم این هم کار خوب نیست. اگر در دل جوانان یک حس بیداردلی رو پیدا کنند، به فکرم آنها به این خیل کارها دست نمیزنند. از جهت دیگر بیکاری جوانان به نظر می رسد. آنها برای بهبودی زندگی خود به کارهای ناسالم دست میزنند. ولی اگر بیکاری جوانان کم باشد، بر هم داده شود، زندگی جوانان خوبتر شود، آنها به چنین کارها دست نمیزنند.